سلام. من امروز میخوام در مورد مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه صحبت کنم که من خودم اونو به عنوان خبرهای فیسبوکی یا خبرهای بالاترینی اسم گذاری کردم، به خاطر اینکه توی این دوتا شبکه اجتماعی خیلی خبرهای و اطلاعاتی رو میبینم که شیر میشه و جمعیت زیادی از ایرانی ها اونو لایک میکنن، شیر میکنن و باور میکنن، در صورتی که اونها نادرست هستن. امروز با یه مورد به خصوص مواجه شدم توی فیسبوک که الان شما اونو میبینید. همونطور که توی این عکس دیدین، عکس یه خانومی رو گذاشتن و گفتن که اسم این خانوم میترا طاهریه و مجری اخبار و خبرنگار فرانسوی هستن، ولی گفتن که ایشون ایرانی هستن و زیباترین مجری انتخاب شدن. علاوه بر این گفتن که در یه مصاحبه این خانم گفتن که به شاهزاده های عرب و افراد سرشناس فرانسه برای ازدواج جواب رد دادن، به این دلیل که میخوان خون آریایی در بچه هاشون هم وجود داشته باشه مثل خودشون، به خاطر همین با اونا ازدواج نکردن. و جمعیت بسیار زیادی از ایرانی ها این متن رو لایک کردن، شیر کردن، یعنی باور کردن و همه تایید کردن که چقدر خوبه که این خانوم آریاییه و با عربا ازدواج نکرده. از این نوع اخبار خیلی زیاده متاسفانه و افرادی که اینو باور میکنن خیلی زیاده. من واقعا تعجب میکنم، چون کسانی که خب تو فیسبوک هم به اینترنت دسترسی دارن مطمئنا میدونن که چجوری توی گوگل میتونن به راحتی سرچ کنن. خیلی آسونه، مثلا در این مورد میتونن بزنن میترا طاهری ببینن چه مطالبی میاد، آیا واقعا ایشون ایرانی ان، آیا همچین مصاحبه‌ای داشتن. من در مورد این خانوم سرچ کردم، لینکاش رو زیر این ویدیو گذاشتم، میتونین بریم ببینین که این مطالبی که در این خبر گذاشته شده و ذکر شده کاملا نادرسته. این خانوم فرانسویه، اصلا ایرانی نیست. اسم این خانوم ملیسا توقیوه و اصلا من نمیدونم که میترا طاهری رو از کجا آوردن. اسم طرفم حتی عوض کردن. در این حد جعل اخبار و واقعیت. بعدش هم اصلا همچه حرفی نزده که با عربا ازدواج نکرده به خاطر خون آریایی، چون اتفاقا با یه بازیگر عرب اهل مراکش ازدواج کرده و بچم داره و چهرهشون هم مشخصه که اون خانوم کاملا اروپایی هستن، اصلا ایرانی این شکلی نیستن. مشابه این اخبار و اطلاعات نادرست و دروغین توی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و بالاترین بسیار زیاده. امیدوارم که هموطنان و دوستانم از این به بعد به راحتی هر چیزی رو باور نکنن. خیلی راحت امروزه که اطلاعات درست رو از اطلاعات نادرست تشخیص داد. در مورد این خبر به خصوص دو نکته منفی وجود داره. یکی ادعای نادرست و غلط که میگن ایشون ایرانیان، دیگری انتشار احساسات نژاد پرستانه الکی که مثلا گفتن این خانم آریاییه و دوست داره خون آریایی در رگ فرزندانش هم باشه، به همین دلیل با فرانسوی ها و عرب ها ازدواج نکرده. اینجوری حس غرور ملی و یه جوری میشه گفت نژاد پرستی بقیه خوانندگان رو نیز تحریک کرده و اونام همه تایید کردن، گفتن که ایول خون پاک آریایی رو حفظ کرده و از اینجور حرفا. به امید اون روزی که وقتی که یه خبر جعلی و نادرست شیر میشه تعداد بسیار کمی اونو لایک کنن و شیر کنن تا اون کسانی که این مطالب جعلی رو علکی میسازن بفهمن که کسی باورشون نمیکنه و این حرفای دروغ تو این دور زمونه خریداری نداره.